در قسمت اول از نگاهی گفتیم که هنر رو به مسئولیت اجتماعی پیوند میزد و اینک در بخش دوم صحبت به جایی میرسه که تصویر تبدیل به پیام میشه، جایی که عکاسی فقط ثبت زیبایی نیست بلکه ابزاری برای آگاهی، برای یادآوری ارزش هر قطره آب. محمد اسلامی از تجربه‌هایی میگه که چگونه یک قاب میتونه مردم رو به اندیشه و صرفه‌جویی دعوت کنه و چطور هنر در مسیر حفاظت از آب نقش خودش رو پیدا میکنه. من پایان‌نامه عکاسی خودم و کارشناسی ارشد و فرق در جوامع روستایی گرفتم و برای اتود کارهای خودم هم رفتم توی شهرستان خراسان، استان خراسان شمالی، شهر شیروان که توی روستایی اونجا فکر کنم هلوش 10 تا لوکیشن رفتم اونجا دیدم و واقعا به تمام معنا ما بخوایم حساب بکنیم ما توی مازندران در بهشتیم. یعنی من چیزهایی اونجا دیدم که رو من خیلی هم تاثیر گذاشت و یه زمانی نتونستم عکاسی بکنم. اومدم نشستم، یه خود آروم شدم و بعد اون اومدم عکاسی کردم در روستایی که با لباس خیلی ساده و اینکه مادر کنار دختر خودش و تمام دارایی اونا یک گوساله و یک گاویه که از اون دارن شکم خودشون سیر میکنن و واقعا آدم فکر میکنه که بتونه مثلا لحظه‌ای در اونجا بخواد زندگی بکنه خیلی سخت و این برای من خیلی خوشایند نبود و ناراحت شدم. ولی خب پایان‌نامه عکاسی من اینو چی میکرد که من بتونم عکاسی بکنم، ثبت بکنم این قضیه رو که امیدوارم بتونم کاملش بکنم و یه مجموعه خیلی خوب بخوام بدم بیرون. از چه چیزی تو عکاسی بیشتر میترسید؟ اشتباه یا تکرار؟ من توی عکاسی از هیچ چیزی نمیترسم، چون هر اشتباهی انجام بدی باعث این میشه که سری بعد یه تجربه خیلی خوب برات بشه و بازم اشتباه باز میشه تجربه، بازم اشتباه بازم میشه تجربه و میرسی به یه جایی که دیگه اون اشتباه تکرار نخواهد شد و میشه ثبت عکسی که دیگران ببینن لذت، خودت هم لذت ببری و دیگران هم ببینن لذت ببر. توی عکاسی تکرار هیچ معنی نداره، به دید خودم هیچ معنی نداره. شما در یک لوکیشن در فصلهای مختلف بری عکاسی بکنی، همون کادر، همون زاویه، همون به قول معروف دید، ولی میبینی خیلی فرق داره. عکس امروز با فردا خیلی فرق داره. با گذر زمان و تکرار مسیرها و سوژه ها آیا هیچ وقت این نگرانی وجود داره که خلاقیت تو عکس‌ها کمرنگ بشه و چطور میشه این ترس رو به انگیزه تازه برای دیدن دوباره تبدیل کرد؟ نه، خلاقیت نباشه مهم نیست، مهم اینه که شما تجربه کسب میکنی. خیلی شده که عکس هایی گرفتیم، فریم هایی زدیم که هیچ کدومشون هیچ به درد نمیخورد، ولی اومدیم دوباره شروع کردیم و دوباره انجام دادیم و رسیدیم به اون هدف اصلی خودمون بوده. و شده من یه وقتایی توی یه سری از عکسام خیلی خوششون نمیاد ولی خودم خوشم میاد و اصلاً نظر دیگران توی این که بگن این عکس خوب نیست اهمیتی نمیدم، چون واقعا خودم اون عکس رو دوست دارم و میرسه به روزی که دیگران هم اون عکس رو دوست خواهند داشت. سلیقه ها با هم فرق داره. ما متاسفانه توی ایران عکاسی خیلی سلیقه‌ایه و این خیلی بده که عکاسی سلیقه‌ایه. من خودم توی همین ایران عکسی فرستادم برای جشنواره که حتی رو دیوار نرفت، ولی عکسی فرستادم توی جشنواره آمریکا که برای من جایزش اقامت 10 ساله آمریکا بود که خب به دلیل عشقی که به کشور خودم داشتم، به سازمان خودم داشتم، از رفتن منصرف شدم و ترجیح دادم که بتونم اگه خدمتی بخوام بکنم، کاری انجام بدم در مملکت خودم باشه. وقتی که تنها عکاسی میکنی چی بیشتر همراهته؟ فکرها یا منظره؟
تنها عکاسی کردن هیچ فکری، زمانی که به عکاسی میری هیچ چیزی تو ذهن آدم نمیمونه، فقط اون موضوع، اون طبیعت، اون سوژه هستش که غالب هستش بر شما. یعنی اگه بخواد غیر از این باشه شما نمیتونی عکس خوبی ثبت بکنی. من خودم به شخصه که هر زمانی توی تنهاییم خیلی وقتا رفتم، با دوستامم رفتم عکاسی ولی تنها شدم، یعنی از جمع تنها شدم. از جمع که تنها میشی خودت بودن باعث میشه که عکسای خوبی ثبت بکنی. حتی اگرم به اونجا نرسه عکس خوبی هم اون رو ثبت نکنی ولی لذتشو بردی، از طبیعت استفاده کردی، از اون سوژه استفاده کردی و تخلیه شدی. خاطره ای از سفرهای عکاسیتون دارید که بخواید برامون تعریف کنین؟ خاطره که خیلی زیاده، خیلی، ولی بذار من یه خاطره بدی رو براتون بگم. من زمان عکاسی نگاتیو بوده. نگاتیو خب دوربین، ما یه دوربین داشتیم، دوربینای هم رنگی عکاسی میکردیم هم سیاه‌سفید. خب معمولا میومدیم سیاه‌سفید که عکاسی میکردیم 10 فریم که میگرفتیم، بعد برای اینکه بخوام در بیاریم اون نمونه ببینم بعد ما بقیه استفاده کنیم میومدیم میزدیم جلو، فیلمو جمع میکردیم و بعد اون میومدیم دوباره میذاشیم داخلش، اون 10 فریم رو میدادیم جلو، از فریم 11 هم عکاسی میکردیم. من یادم توی استان گلستان فکر کنم بوده، رفتیم کنار ساحل، بعد یه درویشی بوده توی آب، بعد توی خلسه رفته بود، بعد بچه‌ها میگفتن، برای من مهم نبود، میگفتم این چیز خوبی نیست، الکی مزخرفه. و اومدم گفتم عکاسی کنم، خیلی اون یارو ناراحت شد، اصلا این اجازه نمیده عکاسی کنم، ولی من عکاسی کردم. و اینکه اومدم از نگاتیوی که استفاده کردم که قبلا روش عکاسی کرده بودم، اونم عکاسی ارزم موضوع پورتر عکاسی کرده بودم. متأسفانه تمام اینا با هم ادغام شد و خیلی هم اون از دست دادم هم اون عکسی که اونجا بوده. بدترین خاطره من بود. چه چیزی برای شما موفقیت در عکاسی رو تعریف میکنه؟ برای من ثبت لحظه‌ای که دوست دارم و اینکه اون فریم عکسی گرفته باشم که اون چیزی که تو ذهنم بوده و دوست داشتم که ثبت بشه، اون برای من مهمه. برای موفقیت مهم اینه که شما از اون عکس لذت ببرید و اون خودتون به این نتیجه برسید که موفق بودین در این کار. شما خودتون، یعنی خود من برسم به اونجا که در ثبت این عکس موفق بودم، برای من مهم نیست که توی جشنواره دیگه بخواد مقام بیاره یا نیاره. ولی خب مقام آوردنم خوبه، بخواد آدم خودشو محک بزنه. البته جشنواره خارجی نه داخلی، چون داخلی خیلی سلیقه‌ایه که بخوای محک بزنی توی کل جهان که بتونی ارزم حضورتون که ببینی که کجای کار هستی و چقدر اون عکسی که ثبت کردی مخاطب داره و باعث میشه که اون عکس پذیرفته بشه و رو دیوار بره و تو کتاب چاپ بشه. من بالای 15 تا مقام‌های جهانی دارم که توی کتاب‌های مختلف چاپ شده و روبان گرفتم، مدال طلا گرفتم، مدال نقره گرفتم که برای من خب خیلی خوب بوده، خوشحالم. ولی خب موقعیت شغل ایجاب میکنه که یه خورده از جشنواره‌ها فاصله گرفتم و نتونستم شرکت بکنم که امیدوارم که بتونم روزی این فرصت رو داشته باشم، دوباره بعد سالیان سال دوباره خودم رو محک بزنم و وارد عرصه جشنواره‌ها بشم که بتونم کار خودم رو ارائه بدم و مورد قضاوت داوران خارجی قرار بگیرم. در کنار نگاه هنری و عکاسانه‌ای که داری، کارهایی که توی اداره آب انجام میدی بیشتر پروژه محوره؟ یعنی هر کدوم از این مسیرها قصه و دغدغه خودش رو داره؟ بین عکاسی پروژه‌ای من عکاسی نکردم. عکاسی پروژه‌ای من فقط همون در حیطه کاری خودم. من چون توی روابطی هستم، مستندسازی یکی از کارهای اصلی ما مستندسازیه
و تمام خوشبختانه باعث شده که میگم از افتخارات بنده است که توی شرکت بزرگ فاضلاب استان مازندران هستم و باعث شده که من کل استان مازندران تمام بیشتر، یعنی تا 95% روستاهاش برم و بتونم از اونجا عکاسی کنم، از پروژه لوله گذاری، ساخت مخزن و اینکه بحث حالا توی شهرها بحث فاضلاب ها که ما چند شهر فاضلابی هم داریم، اومدم اونجا عکاسی کردم. عکسای خیلی خوبی هم بوده. خب چون عکاس بودم و گرافیست بودم، نگاهی که داشتم یه نگاهی متفاوت و یه نگاهی خوب بوده که توی ثبت آثار خودم. آیا پروژه‌ای از دوران کاری در اداره آب و فاضلاب استان مازندران به خاطر داری که عکاسی ازش باعث شده باشه به این فکر کنی که تصویر چقدر میتونه روی آگاهی مردم و مسئولیت اجتماعی ما نسبت به آب اثر بذاره؟ پروژه توبون توی شهرستان تونکابون که یکی از پروژه‌های خیلی سخت بود. ما اونجا از خیلی تو دل جنگل چشمه رو بهسازی کردیم و بچه‌های ما سنگ کندن، یعنی سنگ‌های بسیار بزرگ که بتونن لوله رو دفع بکنن بیارن. و منظرهایی که داشت، آبشار معروف توبون که نمیدونم شما رفتین اونجا یا نه، خیلی جذابیت داشت و این ثبت اون لحظه های سخت همکاران خودمون. یا بحث یکی از عکس‌ها بحث گروه اتفاقات ما بوده. من در یه جایی یکی از لوله های آب شکسته بود، بعد همکار ما تا زیر چونه خودش تو آب رفته میرفت پایین که بتونه اون مشکل رو حل بکنه و مردم بتونن آب سالم پایدار داشته باشن. خب این واقعا جای میگم تشکر داره، جای خیلی مقدس این کار که ثبت این لحظه ها که مردم بخوام ببینن و اینکه خود همکاران ما چقدر زحمت میکشن برای آبی که میاد در خونه ها و اینکه خیلی راحت از کنارش میگذرن و مصرف میکنن و اسراف میکنن و اینکه اهمیتی براشون نداره. ولی با دیدن این عکس ها، با تلاش همکاران بنده در این مجموعه، میتونن با دیدن این عکس ها برسن به اونجا که واقعا آب سالم، به دست آوردن آب سالم خیلی سخته. برخلاف اینکه دیگران تصور اینو دارن که ما توی استان مازندران چون آب داریم، خیلی زیاد داریم، میتونن هر کاری بکنن، ولی ما آب سالم، آبی که بتونیم استفاده بکنیم برای شرب، متاسفانه خیلی کم داریم توی مازندران، برخلاف تصورات دیگران که توی مازندران هستن و خارج از مازندران دارن زندگی میکنن. ما خیلی جاها با آهن منگنز داریم دست و پنجه رو هم میکنیم و برای اینکه اونو بتونیم به حد استاندارد خودش برسونیم خیلی هزینه‌های سنگینی داریم میدیم و نسبت به مبلغ هزینه‌ای که دارن دریافت میکنن خیلی 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 کمه. یعنی 1000 لیتر شما آب مصرف بکنی به اندازه یک آب معدنی کوچیکم پرداخت آب نداری. تو به عنوان یک عکاس که توی مازندران زندگی میکنی، جایی که جنگل‌های انبوه همیشه حضور دارن و بخشی از زندگی‌ان، هیچ وقت شده از عکاسی توی این جنگل‌ها یا حتی از خود حضور توی اون فضاها احساس شبیه پشیمونی، تردید یا دوگانگی داشته باشی؟ لحظه‌ای که زیبایی تصویر با یه حس سنگین‌تر توی دلت قاطی شده باشه؟ شده که تا حالا توی یه جنگل بری، یه مسیری رو بعد یهو میگن جنگل میگیره و نتونی راهت پیدا بکنی؟ یه روز من اومدم با ماشین خودم رفتم توی مسیری رو، بعد دیدم که پاییزم بوده، بعد دیدم قشنگ، زدم کنار، دوربینم گرفتم رفتم تو دل جنگل، عکاسی کردم، رفتم. بعد اینکه یهو برگشتم دیدم انگار وسط جنگلم رفتم، زیاد راهی هم نرفتم فاصله با جاده اصلی داشته باشم و اونجا جنگل منو گرفت و گم شدم
و واقعا یه ترسی تو وجود آدم میاد که اون لحظه که الان اینجا هیچ کی نیست و چه اتفاقی برای تو خواهد افتاد. بعد یه 5 دقیقه با خودم کلنجار رفتم. بعد اون گفتم خب مثلا چی شده؟ بشین. نشستم. یه روبی نشستم. بعد قشنگ آروم که شدم نگاه کردم اطرافمو و تونستم اونجا راهمو پیدا بکنم و دوباره برگردم. تقریبا فکر کنم کل تایمی که اونجا مثلا اتفاق افتاد چیز هلوش مثلا 45 دقیقه این تایم اتفاق افتاده. یک کار مستند می‌خواستیم انجام بدیم برای شرکت خودمون، شرکت آفاضلاب. بعد با بچهای سروش سلسیما رفته بودیم، داشتیم میرفتیم لوکیشن. یه چشمه‌ای بوده توی فاصله فکر کنم مثلا تو دل جنگل باید یه چیزی هلوش حداقل 7-8 کیلومتر پیاده روی میرفتیم. بعد خب من همینجوری هر وقت دارم میرم دوربین همراهم هست. توی مسیر رو پیاده رفتیم. بعد واقعا هم خسته شدم. بعد یارو برگشت گفت که بیا سوار اسب شو. گفتم باشه. رفتیم سوار اسب شدیم. بعد تو مسیر رفتیم یهو یه گله خوک از بالا اومد و بدون هیچ توجهی که بخواد آدم باشه از جلوی ما اومد، رد شد و اسبا رم کردم. بعد من بالای اسب افتادم تنها شانسی آوردم صدمه جدی ندیدم. اینم یه خاطراتی بوده که حیوان وحشی که گفتی اونجا این اتفاق برام افتاده بود. به عنوان آخرین سوال، چه توصیه‌ای برای جوانهایی که در ابتدای راه عکاسی هستند دارید؟ میخوام یه سفارش بکنم به کسانی که عکاسی رو شروع کردن، تازه شروع کردن یا میخوان شروع بکنن. هیچ وقت هیچ ترسی نداشته باشین. تا میتونین عکس بگیرین، حتی اگر اون عکس‌ها اشتباه باشه، ترکیب خوبی نداشته باشه. گرفتن عکس زیاد، دیدن عکس خوب باعث این میشه که توی دید شما تاثیر داشته باشه و بتونین برای آینده خیلی نزدیک عکسای خیلی خوب بگیرین. و اینم مطمئن باشین شما میتونین یه عکاس خیلی خوب در حد کشور، حتی در حد جهانی هم باشین. فقط تنها چیزی که هستش میخوام خودتون رو باور داشته باشین. گاهی عکاسی فقط پشت دوربین اتفاق نمیافته. گاهی یک نگاهی که با آدم میمونه، حتی وقتی در جایی کار میکنه که ظاهراً هیچ ربطی به هنر نداره. یک هنرمند هر جا که باشه قاب بندی رو با خودش میاره. دقت به جزئیات، صبر و مسئولیتی که تصویر در برابر واقعیت داره. شاید همین نگاه عکاسانه است که میتونه یک کار اجرایی رو انسانی تر کنه و یک وظیفه روزمره رو به فرصتی برای آگاهی، برای دیدن و برای مراقبت بیشتر از اونچه به هممون تعلق داره.